وقتی که فاطمه کلان میشود میگد ابابکرم خواستگاری کردیم، چون که دختری پیغمبر است. الحمدلله. حضرت عمر خواستگاری کردیم که محمد بیا دختر برای من بده. حضرت انشاءالله خدا خواهد عثمان رضی الله تعالی عنه، بلکه اکثری صحابه ها آرزو کردند که داماد محمد شوند. این بهترین انشاءالله نعمت. وقتی که حضرت فاطمه را سوال دادیان، هر یک پدر مادر انشاءالله امروز وقتی که دخترش میدادگی باشد البته باید که پرسد که همین فلانچی بچه را میتیمد آیا راضی هستی؟ نه، راضیگیش شرط و ضرور است، چون که حیات این دو نوجوان میبرن، حیات ما رو میبریم. ما هم دادن، توی کردن، خرسندی، شادی را میدونیم، نه که حیات زیبا و شیرینی و برباد دادنش در دستی ما.